بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت دوستان و همکاران گرامی. خوش اومدید به یک ویدیو خفن دیگه از کانال ایژوکیشن تکنولوژی داخل پرانتز تکنولوژی آموزش. در این ویدیو اومدیم با پارت 4 پاورپوینت پروژه اول. عنوان ویدیو هم هست آموزش پاورپوینت حرفه‌ای پروژه اول پارت 4. خب در این پارت میخواستیم بخش پروژه رو بسازیم. اینو آنگروپ کنم که ساختیم. خب در ویدیوی ضبط کرده بودیم که میخواستیم منتشر کنیم، به منابع دلایلی ویدیو رو نتونستیم منتشر کنیم، مجبور شدیم الان ضبط کنیم. دیگه من نمیام اینا رو از اول بسازم. میگم اینو در ویدیو ضبط کرده بودیم، ساخت این بخش پروژه ها رو، ولی نتونستیم چیز کنیم، قرارش بدیم در کانالمون. حالا به منابع دلیلش بماند. حالا شما تنها کاری که میکنید یه چند تا تکست باکس اضافه میکنید، می‌نویسید مثلا تیم طراحی سایت ما. بعد اینجا مثلا میخواید بنویسید سایت خود را به ما بسپرید، یه همچین حالتی داشته باشه. از اینجا میایید روی رنگ دلخواهتون کلیک میکنید، مثلا این. بعد مزایای کار ما و حالا این باکس ها رو چطور بسازیم. نوشته ها رو که بلدید، یه تکست باکس میزنید، نوشته ها رو اضافه میکنید، جاهاشون رو مشخص بکنید. ولی حالا چطور این رو بسازیم؟ برای ساخت یه همچین چیزی اینو من بدم عقب. خب میایید اول از بخش سربرگ هوم، از اینجا روی این گزینه این شکل کلیک میکنید و قرار میدید. از اینجا میتونید حاشیه‌اشو زیاد کم کنید، در این حد کافیه. برای رنگش کافیه بیاید داخل دیزاین فرمت بک‌گراند رو بزنید و گزینه دوم یعنی این رو گرادنت فیل رو انتخاب کنید. بعد این رو کلیک کنید. خب همین که گزینه‌ای که گفتم، اینجا گزینه سوم انتخاب کنید و از اینجا دو رنگ رو انتخاب کنید. یه رنگ سفید، این یکی رنگه، حالا هر رنگی میتونه باشه، زرد باشه، آبی باشه. حالا چرا آبی؟ این روشنه الان بهتون. این آبیه. برای اینکه این آبی انتخاب کنید روی مور کالرز کلیک میکنید. بعد از اینجا این رو انتخاب میکنید. حالا برای بوردر دورش هم یک کلیک راست از این منو اینجا این رو روی این گزینه میذارید. خب در پارت بعدی با هم آموزش انیمیشن سازیشو میبینیم، یعنی بتونیم به اینها انیمیشن بدیم. خب خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراهمون بودید و اگر من میخواستم این رو کامل خودم بسازم خیلی زمان برد بهتون یاد دادم دیگه. مثلا این باکس رو چطور بسازید، نوشته رو چطور قرار بدید بنویسید، بعد این هم چطور پست‌پوریش کنید. خب خیلی ممنون تا آخر ویدیو همراهمون بودید. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو دنبال کنید، در یوتیوب سابسکرایب کنید، در اینستاگرام پیجمون رو فالو کنید، در تلگرام هم عضو کانال تلگرامیمون هم بشید که کلی سورس کد و ترفند و ارزم به حضور شما مقاله و کتاب قرار دادیم. خیلی ممنون. خداحافظ.